همه فاکتورهای خریدمون رو این واحد داره: لوکیشن، سن و سال، نور نقشه. واحدمون 90 متره، تو جنت آباد جنوبی چهارباغ غربی. واحد نوساز کلید نخورده است، طبقه دوم قرار گرفته، جمعاً 10 واحده. نقشه این واحد خطی رو به آفتابه، یعنی هم آشپزخونه، هم سالن، هم دو تا اتاق خواب رو به آفتابن. سالنمون کف تا سقف پرده خوره. آشپزخونه این واحد حجم کابینت فوق‌العاده‌ای داره، تو باکس نقشه قرار گرفته. جای یخچال سایت، ماشین لباسشویی و ظرفشویی تعبیه شده. رنگ فوق‌العاده جذابی هم داره. یه نمای دیگه از سالن ببینیم. سالنمون حدوداً 40 متر سالن قابل چیدمانه بدون یک ذره پرتی. اتاق خوابمون تو فضای خصوصی قرار گرفته. سیستم گرمایش سرمایش این واحد داکت اسپلیته. بریم سراغ اتاق خواب اول. اتاق خواب اولمون یه اتاق خواب حدوداً 12 13 متری کاملا استاندارد به همراه کمد دیواری که تخت 2 نفره جا میگیره. بریم سراغ اتاق خواب دوممون. اتاق خواب دوممون هم یه اتاق خواب 12 13 متری کاملا استاندارده که دسترسی از بالکنمون از این اتاق خوابه به همراه کمد دیواری که تخت 2 نفره هم تو این اتاق خواب جا میگیره. سرویس حمام فرنگی و سرویس بهداشتیمون هم تو این راهروی خصوصی قرار گرفتن. برای بازدید و خرید با من در تماس باشین. اطلاعات کلی و مشخصات کلی داخل کپشن براتون گذاشتم. قیمت هم داخل کپشن ذکر شده.